وقتی میگد همین پول برآمد، درهم و دینار که برآمد، میگد شیطان میگد گرفت، میگه و در پیشانی خود میگد اینها را چسباند و میگد گرفت بوسه کرد و گفت کدام انسانی که این دو را دوست داشت، یعنی این درهم و دینار را دوست داشت، اینها حقیقتا بنده من هستند، اینها را برای من آسان است که گمراه کنم. در اصل امروز کجا یک آدم دولتداری هست بین اکثریتش انشاءالله در بینش بنده های خوبم، آدم های خدا ترس هم خیلی زیاد است، لیکن خدا در قرآن هم خبر میدهد کلا این الانسان لیطغی ان رآه استغنا. هر آینه انسان سرکش می شود وقتی که خودش به دولت می بیند و بای می بیند. وقتی به دولت شید، وقتی بای شید، تا جایی که شکرانه خدا را باز زیادتر کند، همین نعمت که خدا داده است، تا جای نعمت خدا را گرفته و شکرانه و عبادت خدا را زیاد کند، در حال چکار میکنه؟ سرکش می شود. در حال دیگر بنده های خدا را نمیشناسد، به قدری بنده های خدا نمیرسد، طرفدارهای زیاد مییابد، رفیقهای خیلی زیاد مییابد. حتی که بین فرزندهای کجا یک آدمی پولدار و مالداری هست، حتی امروز در یگان حبسخانه محکم هم نیستند، اگرچه 100 جنایت هم داشته باشند این مال کاری خودش میکنند. میگه در یک زمانهای یک مردی دارا بود، میگه اسب داشت در خانهش. یک کیسه در باب همین میارم. یک مردی بود میگه خیلی دارا بود و اسب داشت در خانهش، میگه و یک همسایه فقیر داشت که میگه یک گاوی داشت. روز میگه این گاو گوساله کرد. این مردی دارا چگونه پیغمبر خدا گفتند اگر برای فرزند آدم یک وادی از طلا را اگر عطا کنیم، هر آینه وادی دویم شد طلب میکنند. اگر وادی دویم از طلا طلب اگر عطاش کنیم، وادی سیوم شد طلب میکنند. فرزند آدم از مال دنیا سیر نمی شود مگر خاک گور ای را اگر سیر نکند. این مردی دارا وقتی که درک یافت، میگه که این گاوی همسایه میگه گوساله کرده است، در حال میگه نزد قاضی را و گفت همین گوساله گاو، گفت همین گوساله را که در خانه همسایه من است، همین اسب من زایده است. مادام پول داشت، مال داشت، قاضی را میگه از خود کرد و گو حجت ترتیب ده تا که همین گوساله همین مرد من از خود کنم. محکمه دا میگه کشیدن، صاحب گاو هم حاضر شد، این بدولت هم حاضر شد و میگه این مرد فقیر گفت، قاضی گفت من هیچ باور نمیکنم که اسب گوساله بزاید. این چی حکم است که تو برای خاطر این مرد ثروتمند این حکم جاری کردی؟ آیا یگان دلیل داری؟ گفت دلیل، گفت این است که چشمهای همین گوساله گفت به چشمهای اسب مانند است. در اصل چشمهای همه حیوان به حیوان مانند هستند و این پاهایی که دارد گفت 4 پا، اسب هم 4 پا دارد. گفت این گوساله از همین اسب است. گفت حکم برآورد. از بین چند مقدار میگد گذشت، این مرد میگد باز در بالاتر نویساند تا که این حکم میگد قضاوت کنند. میگد وقتی که به بالاتر نویساند، اونجا یک قاضی خیلی به انصافی بوده است. وقتی این مرد توانگر که خیلی غرور داشت، میگه تکبری کلان داشت، وقتی با این مرد فقیر میگه در محکمه که حاضر شد، این قاضی میگه نگاه کرد که بسیار غرور و تکبر این آدم توانگر زیاد است. چیکار کرد؟ میگه یک مدت ایستاد و گفت این کار شما گفت به فردا میگذاریم. گفت چرا؟ گفت من الحال حیض دیدم. این مرد بود، قاضی کلانی که الحال باید این مسئله را حل کند. گفت من حیض دیدم الحال. گفت در حالت حیض گفت من حکم نمی کنم. این توانگر حیرت دمان، گفت نخواه که مرد گفت حیض بیند، این حیض گفت کسل زنانه هست. گفت اینا گفت ترا در تعجب افتاد، لکن اسب گوساله زاید این عجیبتر نیست. گفت و حضرت حکم کردن آدم دانشمند، آدم مسلمان
طرفداری آدم فقیر چیکار کردن؟ طرفداری کردن. امروز ما و شما هم باید که هر جا که یک برادری داریم نمازخوان است، خدا ترس است، پیروی رسول اکرم است، پیروی سنت های پیغمبر خداست، نابسته مال دارد ندارد، ما و شما باید به اینها محبت بندیم، باید اینها را ما و شما دوست بداریم، اینها را ما و شما از معرکه های خود بیرون نکنیم، زیرا رسول اکرم خود فقیر بودند و فقیرها را دوست می داشتند. به حضرت بود دائم حب درویش، حضرت مولوی میگویند به حضرت بود دائم حب درویش، تو چون اقرب زنی درویش را نیش. تو چرا فعل اقرب داری؟ تو چرا فعل کژدم داری که فقیرها را آزار میدی؟ باید ما و شما الفقراء، پیغمبر خدا میگد یدخلون الجنه قبل الاغنیاء ب500 سنه. فقیرها گفت از پیغمبر خدا پیش از بایها با 500 سال داخل جنت میشوند. فقیرهایی که امروز فقیری خدا و تنگدستی خدا از خدا میبینند، فقیرهایی که در اصل مسلمان باشند، نگن که مثال ریسک خودشونه از دوره های پیش بینن یا ریسک خودشونه از یگان مرد دیگر بینن، بگویند که فلانی بود ما سیر بودیم پر بودیم، فلانی کی نیست یا فلان دوره کی نیست ما الکی تشنه و گرسنه ماندیم. این گونه فقیرانی که از خدا دیدن، فقیرانی که تمام پستی و بلندی خدا از جانب خدا میبینند، اینها داخل جنت میشن. گفت پیغمبر پیش از بایها با 500 ساعت. انشاءالله در این باب دنیایی که دو جمعه با شما صحبت داریم خیلی موضوع کلان هم هست، فقط خلاصش همین است که ما و شما را چگونه که پیغمبر خدا فرمود فریفته نسازد، بلکه دائما در یاد خدا باشیم. ساعت عبادت خدا آمد، دنیا را ترک میسازیم، عبادت خدا را میکنیم، بعدا چیکار میکنیم؟ باز به کار دنیا ما و شما مشغول میشیم. هیچگاه اسلام ما و شما حکم نکرده است که شما دائما در داخل مسجد باشین، دائما در دست شما تسبیح باشد، دائما شما در ذکر باشین، نه، بلکه فاذا قضیت الصلاة فانتشر فی الارض. شما نماز خدا را خواندین، عبادت خدا را کردین، بیرون شوین، به حولی براین، به میدان براین، کار خدا را کنین. فقط در حالت عبادت خدا شما به دنیا مشغول نشین. خوش به حال این برادرانی که الحال بسیار اینها سوداگرها هستند، سوداهای خدا بسته کردن، آمدن برای نماز جمعه، 1 ساعت انشاءالله از این نعمت خدا استفاده میکنن، باز رفته از پی سوداشون میشوند. هم دنیا و هم آخرت اینها چی است؟ آباد.